مردم برای استقبال از ماه رمضان به چند گروه تقسیم میشن. عده‌ای مشغول به رقابت در مسابقات یا پیگیر برنامه‌ها و سریال‌های شبکه‌های تلویزیونی هستند. عده‌ای هم تمام نگرانیشون خوردن و نوشیدن و بازارگردیه و عده زیادی هم مشغول به خواب و استراحتن و ماه مبارک رمضان در حالی میگذره که هیچ استفاده و بهره از اون نمیبرن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند خار و زبون باد اون کسی که ماه مبارک رمضان بر اون آمد و سپری شد و این شخص به علت غفلت مورد مغفرت الهی قرار نگرفت. با این وجود بر تو لازمه با عزمی جدی و نیتی صحیح به استقبال ماه رمضان بری تا از شب و روز رمضان نهایت استفاده رو ببری. باید مثل شخصی باشی که وارد مزرعه‌ای شده که مملو از میوه‌ها و ثمره‌های پاکه که به اندازه توان و طاقتش از اونها برای خودش جمع‌آوری می‌کنه. پس برای ارزشمند کردن وقتت از همین ابتدای رمضان شروع کن. آیا می‌دونی که ماه رمضان مشتمل بر 720 ساعته که 660 ساعت اون صرف خوردن، نوشیدن، خواب، بازارگردی و کارهای متفرقه دیگه میشه که فقط 60 ساعت اون که معادل 5 روزه برات باقی میمونه؟ پس از فرصت استفاده کن و اوقاتت رو صرف چیزای بیهوده نکن. نماز تراویح رو با اهمیت ویژه‌ای در مسجد ادا کن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که تا پایان نماز همراه با امام باشه ثواب یک شب برای اون نوشته میشه. توی ماه رمضان یکی از اهداف این باشه که تکبیر اولای نماز از تو فوت نشه. پس به محض شنیدن اذان توی مسجد باش. قرآن رو زیاد تلاوت کن به نحوی که حداقل یک مرتبه در ماه رمضان اون رو ختم کنی. و اگه متصل بعد از اذان در مسجد باشی حتما این وقت برای ختم قرآن کافیه. و هدفت از تلاوت تدبر و عمل به قرآن باشه، نه تعداد ختم قرآن. در ماه رمضان 10 شب از بهترین ایام سال وجود داره که تو این 10 شب یک شب اون بهتر از 1000 ماهه. اما متاسفانه بسیاری از ما اون رو به خاطر بازارگردی و آمادگی برای عید ضایع می‌کنیم. به همین خاطر شما رو نصیحت می‌کنم به اینکه کارهای خودتون رو قبل یا بعد از ماه رمضان انجام بدید و وقتتون رو صرف ذکر و دعا در اثنای ماه مبارک رمضان کنید، چرا که درهای آسمان باز و رمضان ماهیه که باید